هستم. خوش اومدین با یه ویدیوی دیگه. با من قراره هندزفری نوکیا مدل E3101 رو با هم دیگه آنباکس کنیم. همین الان یه مدل دیگه E3102 هم قراره، یعنی دو جفتشون از نوکیا قراره. خب مثل این که قراره 3 تا هندزفری از یه برند رو با هم دیگه آنباکس کنیم، E3101 2 و 3. بریم ببینیم از نظر کیفیت و مدل چه فرقی با هم دیگه دارن. تا آخر پست با من همراه باشین. خب من این 3 تا هندزفری نوکیا رو آنباکس کردم. اینا جعبه‌ای که داخلشه دفترچه است چسبیده و یک کابل تایپ C میذاریم کنار. دومی هم همینطور. دفترچه‌شو نمیخوایم، بریم ببینیم باز کنیم ببینیم چی داخلش توشه. شارژر دیگه. آهان. این سرسیلیکونیه چون سیلیکون اضافه داره. شارژرش هم فکر میکنم تایپ C باشه. میذاریم بیارمش بیرون. بله تایپ C. و اینم که شارژر تایپ C داره و یه دفترش که باز چسبیده. میذاریم کنار. میریم سراغ خود هندزفری‌ها. هندزفری اول E3101 بسیار رنگ جذابی داره، آبی کمرنگ که من خودم عاشقشم. وزنش هم نسبتا سبکه. 4 تا LED داره که بهتون نشون میده چقدر شارژ داره، میزان شارژش رو نشون میده. گوشیاش هم تقریبا میشه گفت ظریفه، ولی خب زیادم ظریف نیست. میبندیم درشو. این پایین هم درگاه خروجی تایپ C که میتونیم باهاش شارژ کنیم. E3102 هم نسبت به 1 و 2ش بزرگتر هست، مستطیل شکل. بدنش هم ماته مثل یکش که مات هست، اثر انگشتتون روش نمیمونه. گوشیش هم نسبت به 1 بزرگتر، سرسیلیکونی هم هست و داخل جعبهش هم سیلیکون اضافی داخلش بود. میزان شارژ دهیش نسبت به 1 و 3ش فرق میکنه، به صورت دیجیتالی هستش، از 1 تا 100 بهتون نشون میده. و اما سری 3ش هم ظاهرش خیلی جذابه، از رنگش خیلی خوشم میاد. جنس بدنش هم نسبت به این دوتا فرق میکنه و براقه، ولی اثر انگشت روش نمیمونه. گوشیاش هم ظریف هستش، سرسیلیکونی هم نیست و میزان شارژ دهیشو فقط با یه LED نشون میده. این 4 تا داشت، این به صورت دیجیتالی بود، اما این با یه دونه LED کارو تموم کرده. حالا میخوام 3 تاشون رو تست کنم و بهتون بگم از نظر کیفیت صدا چجوری هستش. بریم اولی رو شروع کنیم. کاملا داخل گوشم قرار گرفت و از گوشم نیفتاد. از نظر صدا هر 3 تاشون با کیفیت بودن و با وضوح کامل صدا رو به من رسوندن و بیس خیلی خوبی داشت. مخصوصا این اولیه بیس آهنگ رو کاملا واضح برای من گذاشت و لذت بردم. 3 تاشون هم نویز صداهای مزاحم رو برای من حذف کردن. ساختمون بغلیمون هم داره کاری انجام میده و هیچ کدوم این صداها نبود. حالا از نظر صدا مقایسهشون کردم و تستشون کردم. میخوام از نظر مکالمه هم تست کنم تا بهتون بگم.
الو سلام، صدای منو خوب داری؟ این 3 تا هندزفری برای ورزش کردن مناسبه واسه اینکه گواهی آی پی داره. این 2 تا گواهی آی پی 44 دارن و این یکی گواهی آی پی X4 داره. در برابر تعرق و بارون و همه چی مقاومه. اما بهتون بگم حالا ورش ندارین چون گواهی آی پی داره بندازین تو آبا. امنیتش بالا هست ولی نه در اون حد که بخوایم بندازین توی آب. میزان شارژدهی این 2 تا شبیه به هم هستش. با کیس 20 ساعت شارژدهی داره، بدون کیس و از گوشی‌ها 5 ساعت شارژدهی داره. این یکی منتها فرق میکنه، میزان شارژدهیش قوی تره. 25 ساعت با کیس شارژ میشه، بدون کیس تا 7 ساعت شارژدهی داره. از نظر خودم بخوام بگم توی ظاهر هر 3 تا شیک هستش. سلیقه من این صورتی است که میدونید من عاشق رنگ صورتی ام. این مشکیش هم ظاهر جالبی داره به خاطر اینکه شارژرش رو نشون میده. همین دیگه. ممنونم که تا انتهای پست منو همراهی کردین. بهم بگین که از این 3 تا کدومو بیشتر خوشتون اومده. این پست هم حتما برای دوستاتون شیر کنید. هشتگ بمونی برام. فعلا خدا نگهدار.